خوش اومدید به 3D ستاپ تئوری و من امین خیامیان هستم. این اولین ویدیو بعد ریبرند ما. من قبلا کانال رو اسمش همین اسکلپ گذاشته بودم، ولی دیدم بیشتر مفهوم اینو میرسونه که انگار من میخوام اسکلپ یاد بدم. در حقیقت قضیه اینه که من میخوام بیشتر دوستان رو راهنمایی کنم تو اینکه تو هر علم تکنیکالی که دارن و استراتژی که بلدن ستاپ مخصوص خودشون رو بسازن. حالا من یه وایسی داخل کانال گذاشتم، فرق ستاپ و استراتژی رو گفتم، اونو بشنوید و الان میخوام یه توضیح کوتاهی در مورد برنامه‌ای که دارم بهتون بدم. اولا سعی میکنم که ویدیوها اینجوری باشه در حالی که ترید میکنم اون بحثایی که باش رسیدم به ستاپم و ستاپمو درست کردم مرحله به مرحله باتون برم جلو. چیزای شگفت انگیزی تو راهه و واقعا احساس میکنم برای اونایی که یه علم تکنیکال دارن خیلی کمک میکنه که دیگه به جای سردرگمی همون چیزی که بلدن رو تبدیل به یه ستاپ سودآور بکنن. خب امروز 11/11/2025 بانک هالیدی آمریکا هم هست، ساعت 8:10 صبح نیویورک و امروز من یه سری معاملات انجام دادم و بله بذارید ببینم که بله اینجا من یک استاپ خوردم که دلیل استاپ هم به خاطر این بود که من یک مقدار عجله کردم برای ورود، چون داشتم برای یک نفر لایف ترید میذاشتم و تا پریدم توی ارزم به حضورتون که خب عذر میخوام من ویدیو رو پاس کردم، یه تماس تلفنی داشتم. حالا ما اینجا قرار نیست برنامه‌های تلویزیونی و بدون کات و اینا به قول معروف زنده است دیگه، حالا اینا رو به بزرگی خودتون ببخشید. اینجا میگم یه لایف ترید می‌خواستم بزنم، تا اومدم تو بازار من یه ورود سل اینجا کردم که بعدا متوجه شدم که آن چیزی که تریگر ورود من بوده یکی از قوانینش تو این ورود نقض شده و اینجا باز من ورود کردم و یک استاپ خوردم. حالا نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، بذارید اینا رو بعدا میگم بهتون، بریم جلو. فقط میخوام تریدای امروز رو بهتون بگم. بعدش دیگه معامله کردم تی پی 2 و ارزم بزرگ اینجا دو تا ورودم هست همزمان. فکر کنم دو تا ورود هست، بله اینجا دو تا ورود همزمان هست ولی دقیقاً روی هم افتادن و ارزم به حضورتون که اینجا یه دونه تی پی 2، اینجا یه تی پی 2 و یه ورود مجدد کردم که اینجا باعث شد که من تو ژورنالم یه چیزی راجع به ستاپم ثبت کنم و دیگه این ورود دوم من نخواهم زد و حساب خوردم. اینجا معاملم فری شد و برآیند امروز من ببینم مال امروز، بله امروز من $326 که 3 تا استاپ و ارزم به حضورتون که 3 تا تی پی 2 و یه دونه فری. راجع به این اکانت هم بهتون بگم که این اکانت من ساختم فقط برای این کانال، دکا شارژش کردم و قراره که یه استیتمنت خوشگل با یه ستاپ بهینه شده شخصی خودم بسازم. شما ببینید که وقتی شما یه ستاپ بهینه شده کامل دارید چه بازخوردی براتون خواهد داشت. حالا قرار نیست که حتما اون وین ریتی که من دارم شما هم داشته باشید و مثلا ممکنه وین ریت شما بالاتر یا پایینتر باشه، اما هدف اینه که ما به یه برآیندی برسیم. ببینید اکانتمونه، شماره اکانتمونه که من خیلی هم دوستش دارم. من همیشه اکانتایی که میسازم و شمارهش خوب میشه خیلی دوست دارم. اکانت ریله و عرضم به حضورتون که این استیتمنتیه که ما داریم و عرضم به حضورتون که بریم سراغ بحثمون. خب امروز بانک هالیدی هست و خب بازار وقتی رسیده به آمریکا داره بین دو تا بازه قیمتی رنج میزنه، یعنی از تقریبا 4150 تا 4130 داره رنج میزنه، حتی پایینتر 4124 و طبیعی هم هست این رنج امروز داریم. حالا اگر که ورود داشت ورود میکنم، اما مهم مطالبی که میخوام بهتون بگم که ما قراره اصلا تو این کانال چیکار کنیم. من قراره تو این کانال با توجه به اسمی که براش گذاشتم 3 بعد رسیدن به یک ستاپ موفق رو برای شما شرح بدم، یه سری ابزار براتون به اشتراک بذارم که با اونا به این 3 بعد برسید و نکته‌ای که بعد حائز اهمیته، رسیدن به این ستاپ باید با صبر باشه. حالا ممکنه بر اساس تجربه شما و ژورنال‌های قبلیتون یه سری ممکنه ژورنال‌های آماده داشته باشن زودتر، یه سری اصلا ژورنال نویسی نکرده باشن دیرتر تا به اون ستاپ بهینه برسن، ولی هیچ وقت پایانی وجود نداره برای ستاپ بهینه شما، بهینه کردن ستاپ شما. الان من گفتم همین امروز من ستاپم از لحاظ ورود دوم، ورود مجددم در همون سناریو و همون استراتژی فرق کرد و نه به خاطر یک بار دیدنش، این دفعه چندمه که توی ژورنال من ثبت میشه و دیگه روی اون ورود مجدد من دیگه ورود نخواهم کرد. خب 3 تا بود چیه؟ بود اول بحث تکنیکال هست که به عهده خودتون هست. هر کسی که توی این کانال عضو میشه باید علم تکنیکالی خودش رو داشته باشه، حداقل یک استراتژی بلد باشه، حالا از هر سبکی، اسمارت مانی باشه، کلاسیک باشه، نمیدونم الگوروکس، آی سی تی، آر تی ام، هر چیز دیگه. 2 تا بود بعدی بودایی که من میخوام با شما روش کار کنم و حتی روی این قضیه امید دارم که خودم هم ستاپم بهتر بشه و بریم جلو و این ستاپ رو با هم بسازیمش.
قرار نیست من اینجا استراتژی خودم رو یاد بدم، نه اینکه نخوام یاد بدم، به درد کسی نمیخوره که بخواد یاد بگیره. حالا اگه وقت کسی خاص شخصا به من پیام بده بهش میگم ستاپ چیه، ولی اینجا قرار نیست که من علم تکنیکال به شما یاد بدم. اما تو بحث تکنیکال بحث زمان رو آموزش خواهم داد و بحث روانشناسی کامل در موردش صحبت خواهم کرد. بعد زمان و بعد روان توی بحث ما بسیار بسیار کار داره. بعد زمان صرفا این نیست که شما بیایید بگید که من توی فلان سشن معامله میکنم یا من فلان ساعت معامله میکنم. ما باید ستاپمون غیر از اینکه ساعت معاملاتی داشته باشه، باید ساعت عمل کردن تریگر ستاپ داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که من طبق استراتژی بر فرض مثال اینجا بای گرفتم و استاپ خوردم، باید ستاپ من داخلش یک بازه زمانی صبر داشته باشه بر اساس بک تست که شما رو بکشونه به اینجا و اینجا سوار این روندتون کنه، که شما دوچار این نشید که با هر حرکت صعودی وارد بشید و در نهایت استاپ بخورید. مثلا بیاید صبر کنید اینجا تریگر ورود بگیرید، بیاید اینجا ورود مجدد بکنید، در جا دو تا استاپ بخورید. و بهتون راهنمایی خواهم کرد که اینو من طبق تجربه 3 سالم بهش رسیدم که چطور توی ستاپتون اون تایم رو رعایت کنید و فاصله زمانی بندازید بین وروداتون و حتی بین نه فقط ضررهاتون، بین سودهاتون. یعنی اگر که شما اینجا وارد شدید و سود کردید، یه بازه باید صبر بکنید که مثلا اینجا وارد بشید و سودتون رو بکنید. و همه اینا رو بهتون آموزش میدم چطوری بر اساس استراتژیتون اینو از تو خود استراتژیتون ستاپشو بسازید. ممکنه برای استراتژی شما یه مدل باشه، ممکنه برای استراتژی کسی دیگه یه مدل باشه. خب مثلا من شخصا برای خودم توی ستاپ خودم کندل های نیم ساعتن، یعنی اگر که من ستاپم توی یک کندل نیم ساعته ورود داد و استاپ خورد، تا کندل نیم ساعته بعدی من شروع نشه من دیگه هر چقدرم ستاپم ورود بده ورود نمیکنم. یعنی شما استراتژی بعداً ورودای منو که ببینید بازه های نیم ساعته دارن. یعنی الان اینجا نگاه کنید 9 و 5 دقیقه است، حداقل من باید 25 دقیقه بعدش وارد میشدم. الان از اینجا تا اینجا حدودا چند تا کندله؟ 29 تا کندله. باز از اینجا تا اینجا چند تا کندله؟ 30 تا کندله، یعنی 30 دقیقه بعد. دقیقاً اینجا باید بله ساعت 10 و 2 دقیقه است. از اینجا تا اینجا 47 تا کندله، یعنی من کندل نیم ساعته بعدیش. باز دوباره اینجا من تیپی ما گرفتم، دیگه وارد نشدم. از اینجا تا اینجا که من ورود کردم و تیپی 2 گرفتم 40 تا کندله، یعنی بیشتر نیم ساعت طول کشیده. و اینجا ورود من اینجا بوده، استاپم این پشت بوده و تیپی 2 اینجا گرفتم، اومدم بیرون، ورودم یه مقدار بالاتر. تیپی 2 اینجا گرفتم و اومدم بیرون، دقیقاً همینجا. و حالا ورود دومی که به من داد چی شد که تو ژورنالم دیگه استفادهش نمی‌کنم و آوردم. ورود دوم به اون ساعتی که پول بکی که به اون ساعتی که من دوست داشتم بزنه، وقتی که می‌خواست به من ورود بده، جایی ورود داد که تیپی معامله قبل من زده شده بود، یعنی این بالا، و من اینجا ورود کردم به امید اینکه ریوارد 2 اینو بگیرم و استاپ خوردم. و چون این قضیه زیاد تکرار شده، سودن بوده ولی چون برآیندش برای من خوب نبوده، دیگه از توی ستاپ من حذف شده. باز از اینجا نگاه کنید تا اینجا 36 تا کنده. یعنی شما هیچ وقت نمی‌بینید بین دو تا معامله من کمتر از توی مثلا یک کندل 30 دقیقه بوده و برآیند من فوق‌العاده بالا برده. ببینید این نیست که من تو همون کندل نیم ساعته اگر من ورود می‌کردم حتما همش استاپ بشه، اما یک ژورنال حداقل 300 تریدی به من اینو نشون داد که آقا شما وقتی که این گپ زمانی رو میندازی بین تریدات، وین ریتت عجیب و غریب بالاتر میره، آرامشت بیشتر میشه. حالا از اون بعد چه کمکی به من کرده؟ من وقتی که سود میکنم، اگر که مثلا فرض کنید که ساعت 8 نیویورک وارد شدم، 8 تا 5 دقیقه تیپی ما گرفتم، 25 دقیقه اصلا ول میکنم چارت میگیرم، بعد میام میشینم پای چارت. و اگرم استاپ خوردم باز 25 دقیقه ول میکنم میرم. حالا بیشتر آشنا میشید با شگفتی یا این بحث تایمینگ، آشنا میشید و میبینید که چقدر به کار میاد. من میخوام ببینید خیلی از اساتید در مورد تحلیل زمانی صحبت کردن، اما من میخوام اینجا براتون بشکافمش، بازش کنم و کاربردش رو توی موارد مختلف توی ستاپتون بگم. این نیست که فقط شما مثلا از لات تایمی بعد بگید که آقا من فقط مثلا ساعت 9:30 نیویورک وارد میشم. بله این هست، ولی آیا اگر 9:30 نیویورک وارد شده استاپ خوردی باید درجا با ورود بعدی وارد بشی آیا یا نه؟ اینا رو باید رعایت بکنید و میگم تو ژورنالتون چیکار کنید. خدا رو شکر الان هوش مصنوعی هم هست، میتونه ژورنال شما رو اصلا تحلیل کنه. یعنی شما تایما رو بزنید، برآیندتون رو بیاره، بعد بیاد بگه که آقا مثلا توی این زمانا شما بهترین وین ریت رو خواهید داشت. من حتما در مورد کاربرد هوش مصنوعی تو بحث ژورنال بهتون توضیح میدم. فوق العاده چیز شگفت انگیزیه، فوق العاده چیز شگفت انگیزیه. من همین امروز اصلا حالا خودم خریدم، یه اکانت 1 ساله خریدم و خیلی از کارامو داره انجام میده. من الان تقویم محتواییمو بهش گفتم بره تو گوگل شیت هم بنویسه، داره مینویسه، مثلا همین کارا رو انجام میده بهم. خیلی از کارا رو شاید برام انجام بده. اینا رو بهتون توضیح میدم. و بحث روانشناسی یه بحث فوق العاده
مهمیه. حالا من اصلا نگاه نکردم به چارت که ببینم ورود میتونم براتون بکنم یا نه. الان ببینم ورودی داده یا نه. نه من فعلا ورودی نمیبینم که بخوام براتون انجام بدم. عرض میکردم چالش های مختلف داره بحث روانشناسی، بعدهای مختلف داره و نوشتن درستش توی ژورنال خیلی شما رو کمک میکنه و اینا رو هم همش رو بهتون توضیح میدم و این مراحل رو با صبر میریم جلو. شما تریدتون رو ادامه بدید. همه اگه ژورنال نویسی میکنید ژورنال نویسیتون رو ادامه بدید. حتما اگه حالا من بعداً آیدی پی وی هم توی کانال میذارم، یه وقتی میگم که آقا اونایی که معاملا مایل هستن ژورنالشون رو برام ارسال کنن، من ژورنالشون رو بررسی میکنم. خلاصه که من به عشق داشتن، حالا شاید بپرسید که آقا چه نفعی برای تو داره این قضیه، بیشترین نفعش بحث سایکولوژی، چون من عاشق داشتن یه کامیونیتی ام و میخوام که یه جمعیت دور خودم جمع کنم، یه دوستانی که همکاری که با هم کیف ببریم و تریت بکنیم و اصلا بحث مالیش مد نظرم نیست. حالا اگه یه وقتی یه اسپانسر یه چیزی بخواد پول بده آدم که از پول بعدش نمیاد، ولی اصلا تفکر بیس درآمدزایی توش نیست، مخصوصا از شما. من دیگه حرفی نزنم، فقط میخواستم که یه توضیحاتی بدم در مورد اون کارهای شگفت انگیزی که قراره بعدا انجام بدیم. این سادگی صحبت منو بپذیرید، من نه گوینده هستم، نه نمیدونم بحث بلاگر هستم، نه هیچی. یه تریدرم، یه همکارم مثل شما. اگه توپق زدم، اگه که مکس داشتم، حالا سعی میکنم تو ادیت خیلی این چیزا رو در بیارم، ولی به بزرگی خودتون ببخشید و دنبال اون مفهوم و هدف من باشید. خب بریم رو بحث تریدمون. ارزم به حضورتون که خب امروز بانک هالیدی هست و الان توی نیویورک به دلیل تعطیلی بانک ها خب طبیعتا وین ریت یه مقدار پایینتر هست. یعنی منظورم از وین ریت همین امروز هست. وین ریت ستاپ تو همچین روزی هست. منتها حالا من که برآیندم امروز مثبت بوده توی لندن و ارزم به حضورتون که گاهی یه سری چیزا رو نمی‌بینیم. من مانیتورم عریض هست میفته این ور و خب این صفحه داره ضبط میشه. ارزم به حضورتون که وین ریت مثبت تقریبا 3% و خورده سوده. حالا به عشق خودتون هم ببینیم یه موقعیت معاملاتی میده. این حساب این کاناله. حالا بعدن تعداد زیاد شد، ما یه سری بعد از آموزش های سری تکالیف داریم برای بچهای فعال. اونا اگر انجام بدن بین اونا قرعه کشی میکنن و از سود همین اکانت ان پرا رایگان میدیم به بچه‌ها، به اونایی که کارشون. هر چند وقت یه بار قرعه کشی میکنیم که این انگیزه بچه‌ها برای همراهی بیشتر بشه. خب من الان صحبت نمی‌کنم تا تایم برسه، یه حدود 5 دقیقه دیگه تایم معاملاتی من میشه. الان نباید معامله بکنم و ببینیم که چی پیش میاد، آیا ورودی بهم میده یا نه. یه مطلبی هم که یادم اومد بهتون بگم، یکی از برنامه‌هایی که داریم ان شاءالله بعداً تعداد که به حد نصاب رسید، احتمالاً لایو استریم تلگرام یا وبیناری، نمیدونم کدومش بیشتره و بشینم راجعش فکر کنم. دیگه لایو ترید می‌کنیم، یعنی هم یه سری آموزش‌ها رو لایو میدیم، هم لایو هم با هم ترید می‌کنیم. حالا قرار نیست کسی از رو من ترید کنه، اصلا نمیتونید، فکر نکنم بتونید که با من ترید کنید چون خیلی ترید فسته و منم نمیام اونجا بگم که خب الان ورود کنید خروج کنید. لایو ترید ما بابت ترید کردن همزمان نیست. منتها شما میشینید پای چارتتون، منم میشینم پای چارتمون، داریم با هم صحبت می‌کنیم، با هم ترید می‌کنیم. شما طبق ستاپ خودتون، من طبق ستاپ خودم، یا اینکه کلا همراهی می‌کنید، سوالاتتون رو هی می‌پرسید و یه گفتگویی هم با هم خواهیم داشت.
خب تا اینجا که ورودی نداشتم. اگر که اینجا من گپ رو داشته باشم و این کندل خوب بسته شه، یه سل اینجا خواهم گرفت. خب من میخواستم یه ورود دیگه بزنم، ولی الان طبق تایمینگ ستاپم دیگه اجازه ندارم ورود دومو بزنم. خب یه معامله خوشگل با هم کردیم. امیدوارم که همیشه موفق باشید. خوشحال شدم که تو این بانک هالیدی اومدم تونستم آخرش یه معامله براتون بگیرم و امروز رو با یه برآیند خیلی خوب 5% سود ببندیم و حالا ان با هم لایو هم ترید میکنیم. همراه من باشید، دوستاتون رو دعوت کنید. خیلی مخلصیم. امین خیامیان هستم. خوش اومدید به 3D ستاپ تئوری.